بخش دوم. راسکولنیکوف مردم‌آمیز نبود و چنان که گفته شد بخصوص این اواخر از هر معاشرتی گریزان بود. اما حالا چیزی ناگهان او را به طرف مردم می کشاند. می شود گفت چیز تازه‌ای در درونش داشت اتفاق می افتاد و همراه آن آتشی برای مصاحبت با مردم احساس می کرد. پس از 1 ماه آزگار، دلهره شدید و این تب و تاب یأس‌آور چنان از پا افتاده بود که آرزو می کرد برای لحظه هم که شده در دنیای دیگری نفس بکشد. هر دنیایی که باشد و از نشستن در این میخانه با همه کثافتش لذت می برد. صاحب میخانه در اتاق دیگری بود، اما دم بدم از پلکان به سالن می آمد و اول چکمه های مشکی تیتی مامانیش پیدا می شد که برگردان پهن قرمزی داشت. کتی با دامن بلند و جلیقه اطلس مشکی چرب و چیلی به تن کرده بود، بی کراوات، و تمام صورتش مثل یک قفل آهنی روغنکاری شده پر از روغن بود. پشت پیشخوان پسرک حدوداً 14 ساله ایستاده بود و پسرک جوانتری هم سفارش ها را انجام میداد. روی پیشخوان برش های خیارشور، نان سیاه خشک و تکه های ماهی بود که همه‌اش بوی گند میداد. هوا چنان سنگین بود که نشستن در میخانه را تقریباً غیر ممکن می کرد و بوی مشروب چنان همه جا را برداشته بود که فقط 5 دقیقه تنفس در این هوا کافی بود تا آدم را مست کند. گاهی به آدم‌های بر می‌خوریم، حتی آدم‌های غریبه که در نگاه اول تقریباً ناگهانی به یک باره پیش از آن که کلمه‌ای گفته شود به آنان علاقه‌مند می‌شویم. مهمانی که جدا از دیگران نشسته بود و با کارمندی بازنشسته میمانست دقیقاً چنین تأثیری بر راسکولنیکوف گذاشت. بعدها مرد جوان این تأثیر نخستین را بارها به یاد آورد و حتی آن را به دلشوره تعبیر کرد. پیوسته به این کارمند نگاه می کرد. بیگمان علتش این بود که آن یک نیز چشم از او بر نمی گرفت و پیدا بود که خیلی دلش می خواهد سر حرف را با او باز کند. اما کارمند به دیگرانی که در میخانه بودند، از جمله به صاحبش، تقریباً از سر عادت و حتی بی حوصلگی و در عین حال با تحمایه از تحقیر نخوت‌آمیز نگاه می کرد. انگار با آدم‌هایی می نگرد با جایگاه و تربیت فروده است که سخن گفتن با ایشان بیهوده است. مردی بود بالای 50 سال، میان بالا و تنومند که تکه‌ای بزرگ از سرش تاس و موهای باقی مانده سرش خاکستری بود. چهره‌ای زرد و حتی سبزگون داشت، برآماسیده از باده‌گساری، با پلک‌های پف کرده که از پشت آنها چشم‌های خون گرفته اش ریز و درز مانند اما جاندار می‌درخشید. شاید احساس و عقل نیز در این چشم‌ها بود، اما در عین حال نشانی از دیوانگی نیز در آنها به چشم می‌خورد. کت فراک کهنه مشکی نخنمایی پوشیده بود که همه دکمه‌هایش افتاده بود. فقط یکی هنوز آویزان بود که بسته بودش و پیدا بود نمی‌خواهد آداب را زیر پا بگذارد. پیش سینه سراسر چروکیده، کثیف و لکه‌دارش از زیر جلیقه کتانی بیرون زده بود. به سبک کارمندان صورتش را تراشیده بود، اما مدتها پیش، طوری که موهای سیخ خاکستری روی آن رویده بود و به راستی وقار کارمندان در رفتارش نمایان بود. اما آشفته بود. مدام موهایش را پریشان می کرد و هر از گاهی سرش را با اضطراب بر دستانش تکه می داد و آرنج‌های پاره کتش را روی میز کثیف و چسبناک می گذاشت. سرانجام یک راست به راسکولنیکوف نگاه کرد و با صدای بلند و محکمی گفت: آقای عزیز، ممکن است جسارتاً شما را به گفتگوی محترمانه دعوت کنم؟
چون با این که ظاهر آراسته‌ای ندارید، تجربه‌ام به من میگوید که آدم تحصیل کرده‌ای هستید و اهل باده‌گساری نیستید. من خودم همیشه به تحصیلاتی که با صفای باطن همراه شود احترام گذاشتم. وانگهی خودم هم مشاور افتخاری هستم. اسمم مارملادوف است. مشاور افتخاری. جسارتاً ممکن است بپرسم که آیا شما هم در خدمت دولت هستید؟ مرد جوان که اندکی از این لحن بسیار پرطمطراق و کمی هم از این خطاب مستقیم و بی مقدمه حیرت کرده بود پاسخ داد: نه، تحصیل می کنم. برغم آرزوی زودگذر چند لحظه پیش برای دست کم نوعی مصاحبت با مردم، با نخستین کلمه‌ای که خطاب به خودش شنید ناگهان همان احساس ناگوار و آزارنده‌ای همیشگی به او دست داد. بیزاری از هر غریبه‌ای که به حریم خلوت او وارد می‌شد یا فقط قصد ورود به آن را داشت. کارمند فریاد زد: پس دانشجو هستید یا دانشجوی سابق؟ درست همانطور که حدس می زدم. تجربه، آقای عزیز، تجربه‌ای که بارها و بارها تکرار شده. و انگشتش را بر پیشانیش گذاشت تا به خود آفرین بگوید. شما دانشجو بودید یا به نوعی کار پژوهشی مشغول بودید؟ اجازه بدهید. نیمخیز شد. تلو خورد. بطری کوچک و لیوانش را برداشت و یک پهلو آن سر میز نشست. مست بود، اما روان حرف می زد و دراز نفسی می کرد. فقط گاهی کمی گیج می شد و رشته کلام از دستش خارج می شد. حتی با چنان ولعی به سوی راسکولنیکوف خیز برداشت که انگار او نیز یک ماه تمام با کسی حرف نزده است. سخنش را کم و بیش موقرانه آغاز کرد. آقای عزیز، حقیقت این است که فقر رذیلت نیست و حقیقت مهمتر این که میگساری هم فضیلت نیست. اما دریوزگی، آقای عزیز، دریوزگی رذیلت است. آقا، فقیر که باشید همچنان می توانید مناعت طبع و طینت خود را حفظ کنید. اما به وقت دریوزگی هیچ کس هرگز چنین کاری نمی تواند بکند. آدم دریوزگر را حتی با چوب از جمع انسانها نمی رانند. با جارو بیرونش می اندازند تا اهانت آمیزتر باشد. و درست هم همین است. چون به وقت دریوزگی اولین کسی که به آدم اهانت می کند خودش است. برای همین هم هست که مشروب می خورم. آقای عزیز، 1 ماه پیش آقای لبزیاتنیکوف زنم را کتک زد. اما زنم با من زمین تا آسمان فرق می کند. متوجه هستید؟ آقا، اجازه بدهید محض کنجکاوی چیز دیگری از شما بپرسم. هرگز شده شب را روی رودخانه نوا، روی دوبه‌های کاه بگذرانید؟ راسکولنیکوف پاسخ داد: نه، هرگز. برای چه میپرسید؟ خب آقا، اما من از همان جا می آیم و این شب 5 است. آقا. لیوان مشروب برای خودش ریخت، نوشید و غرق در فکر شد. در واقع میشد خورده کاه را اینجا و آنجا چسبیده
به لباسهایش و حتی در موهایش دید. به احتمال زیاد 5 روزی بود که لباسش را عوض نکرده و تنش را نشسته بود. به خصوص دستهایش خیلی کثیف بود. روغنی، قرمز، با چرک سیاه زیر ناخنها. به نظر می رسید که حرفهایش توجه هرچند سرسری همه را برانگیخته باشد. 2 پسرک پشت پیشخوان بنا کردند و پوزخند زدند. صاحب میخانه هم گویا تعمدن از اتاق طبقه بالا برای شنیدن حرفهای مرد مشنگ پایین آمد و با فاصله از آنها نشست. گاه کاهلانه اما با حالتی از خودرازی خمیازه میکشید. آنطور که پیدا بود مارملادوف آشنای دیرینه اینجا بود و میل فراوانش به سخنان پرطمطراق در نتیجه عادت به حرف زدن با غریبه های جور و جور در میخانه در او ایجاد شده بود. در پاره آدم های میخواره این عادت به نیاز بدل می شود. بیشترشان هم کسانی هستند که اهل خانه با آنها رفتاری خشن دارند و امر و نهیشان می کنند. از این رو این جماعت همیشه مشتاقند در جمع بادنوشان رفتارشان را توجیه کنند و در صورت امکان حتی احترامی هم برای خود دست و پا کنند. صاحب میخانه به صدای بلند گفت: مشنگ، تو که کارمند هستی، پس چرا کار نمی کنی؟ برای چی سر خدمت نمی روی؟ مارملادوف حرفش را اینطور از سر گرفت: چرا سر خدمت نمی روم؟ آقای عزیز؟ خطابش صرفاً به راسکولنیکوف بود، انگار که او سوال کرده باشد. چرا سر خدمت نمی روم؟ و آیا قلبم از این خفت بیهوده به درد نمی آید؟ 1 ماه پیش وقتی آقای لبزیاتنیکوف خودش زنم را کتک زد، در حالی که من مست و خراب آنجا افتاده بودم، آیا رنج نکشیدم؟ عذر می خواهم مرد جوان، هرگز برایتان پیش آمده که مثلا به هیچ امیدی از کسی قرض بخواهید؟ پیش آمده یعنی منظورتان از به هیچ امیدی چیست؟ یعنی هیچ امیدی نداشته باشید؟ آقا، وقتی پیشا پیش بدانید که این کار بی حاصل است، مثلا شما پیشا پیش و خیلی خوب بدانید که این آقا نیک اندیشترین و مفیدترین شهروند به هیچ وجه پولی به شما نخواهد داد، چون اجازه بدهید بپرسم چرا باید چنین کاری بکند؟ میداند که من پولش را پس نمیدهم از روی ترحم، اما آقای لبزیاتنیکوف که هوادار همه اندیشه های نو است، آن روز توضیح میداد که در روزگار ما حتی علم هم ترحم را منع کرده است و این چیزی است که از همکنون در انگلستان که اقتصاد سیاسی دارد به آن عمل می شود. از شما می پرسم در این صورت چرا باید پول بدهد؟ اما شما که پیشا پیش می دانید که هیچ پولی به شما نخواهد داد، باز هم راه می افتید. و راسکولنیکوف گفت: پس چرا می روید؟ و اگر کس دیگری نبود چه؟ اگر جای دیگری را سراغ نداشته باشید چه؟ چون هر آدمی دست کم باید جایی داشته باشد که به آن پناه ببرد، چون گاهی ضرورت تام دارد آدم دست کم جایی برای رفتن داشته باشد. وقتی تنها دختر تنی من اولین بار با گذرنامه زرد بیرون رفت و من هم بیرون رفتم، بعد چون دخترم با گذرنامه زرد زندگی می کند، آقا. این را در حالی که با قدری نگرانی به مرد جوان نگاه می کرد برای توضیح گفت:
وقتی دو پسرک پشت پشخان قاه قاه خندیدند و خود صاحب میخانه هم لبخندی زد، ناگهان شتابان اما با آرامش آشکار گفت: مهم نیست آقای عزیز، مهم نیست، مهم نیست آقا. این سرتکان دادن ها ناراحتم نمی کند، چون همه چیز را می دانند و هر چیز پنهانی آشکار خواهد شد. من این را نه به تحقیر بلکه با فروتنی نگاه می کنم. چنین بادا، چنین بادا. اینک آن مرد، ببخشید مرد جوان، اما آیا می توانید یا نه بگذارید بهتر و روشن‌تر برایتان توضیح بدهم. می توانید نه بلکه آیا جرأت می کنید در این لحظه به من نگاه کنید و قاطعانه بگویید که من خوک نیستم؟ مرد جوان یک کلمه هم در پاسخ نگفت. خطیب که با متانت و این بار با وقار بیشتر منتظر مانده بود تا هرهر خنده از سر گرفته شده در اتاق فرو بنشیند، در ادامه گفت: خب آقا من یک خوکم و زنم یک خانم. من بر صورت حیوانم و کاترینا ایوانونا همسرم فردی تحصیل کرده و دختر یک افسر است. قبول دارم که آدم رذلی هستم، در حالی که او قلبی والا و پر احساس دارد که تربیت خوب به آن تشخص بخشیده و با این همه کاش دلش به حال من میسوخت. آقای عزیز، اما لازم است که هر مردی دست کم جایی داشته باشد که به حال او نیز دل بسوزانند و کاترینا ایوانونا گرچه بانوی بزرگوار است انصاف ندارد و گرچه خودم میدانم که وقتی کاکلم را میگیرد و میکشد علت این کارش چیزی جز دلسوزی نیست، چون به هیچ خجالتی تکرار میکنم که واقعا کاکلم را میکشد. مرد جوان بار دیگر پس از شنیدن پوزخند با وقار بیشتری تاکید کرد: اما خدایا، کاش یک بار دیگر. اما نه، همش بیهوده است و حرف زدن فایده ندارد، چون پیش از این بارها خواستم برآورده شده و بارها به حالم دل سوزانده اند، اما ذات من چنین است و من یک حیوان به دنیا آمدم. صاحب میخانه خمیازه کشان گفت: همین هستی که میگویی. مارملادوف محکم با مشتش روی میز کوبید: ذات من چنین است. میدانید آقا که من حتی جورابهایش را خرج مشروب میکردم، کفشهایش را نه آقا، چون این کار قدری طبیعی است، اما جورابهایش را خرج مشروب کردم آقا. روسری آن قوره‌اش را هم خرج مشروب کردم. یک هدیه قدیمی، مال خودش نه، هدیه من. و ما در گوشه ای از یک اتاق سرد زندگی می کنیم و زمستان گذشته سرما خورد و به سرفه کردن افتاد. حالا هم که خون سرفه می کند و 3 بچه کوچک داریم و کاترینا ایوانونا شب و روز کار می کند، می سابد و تمیز می کند و بیمار است و بچه ها را شستشو می دهد، چون از کودکی به تمیزی عادت کرده و ریش بیمار است و مستعد سل و من این را حس می کنم. خیال می کنید حس نمی کنم؟
و هرچی بیشتر مشروب میخورم بیشتر آن را حس میکنم. برای همین است که مشروب میخورم، تا بلکه در مشروب خوردن دلسوزی و شفقت را بجویم. در پی خوشی نیستم، بلکه فقط اندوه را میجویم. مشروب میخورم چون میخواهم دوچندان رنج ببرم. و سرش را گویی با ناامیدی روی میز گذاشت. سر برداشت و در ادامه گفت: مرد جوان، در چهره شما می شود گفت نوعی اندوه می خوانم. وقتی وارد شدید آن را در چهره ایتان خواندم و برای همین بیدرنگ با شما حرف زدم، چون با گفتن داستان زندگیم با شما نمی خواهم خودم را پیش این عاشقان بیکارگی که همه چیز را می دانند بی آبرو کنم، بلکه به دنبال آدمی با احساس و تحصیل کرده می گردم. پس بدانید که همسر من در شهرستان در یک مؤسسه اشرافی مخصوص درس خوانده و در جشن فارغ التحصیلی با شال در حضور فرماندار و دیگر آدم‌های برجسته رقصیده بود که به پاس آن یک نشان طلا و یک تقدیرنامه گرفت. نشان را فروختیم خیلی وقت پیش. تقدیرنامه هنوز توی چمدانش هست. همین تازگی ها آن را به زن صاحب خانه نشان داد و با این که مدام با زن صاحب خانه جنگ و دعوا دارد، باز دوست داشت دست کم پیش کسی احساس غرور بکند و از ایام خوش گذشته حرف بزند. سرزنشش نمی کنم چون این تنها چیزی است که از خاطراتش به جا مانده. بقیه‌اش نیست و نابود شده. بله، زنی تندخو و مغرور و لجباز است. خودش کف اتاقها را می شوید و نان سیاه می خورد، اما بی احترامی را تحمل نمی کند. برای همین از بی احترامی آقای لبزیاتنیکوف نگذشت. وقتی هم که آقای لبزیاتنیکوف برای همین کتکش زد، مریض شد. نه به دلیل کتک خوردن، بلکه به دلیل این که احساساتش جریحه دار شده بود. پیش من که آمد بیوه بود با 3 بچه قد و نیم قد. با شوهر اولش یک افسر پیاده با عشق ازدواج کرده بود و با او از خانه پدریش فرار کرده بود. شیفته شوهرش بود، اما شوهرش افتاد به ورق بازی. کارش به دادگاه کشید و سر همین دق کرد و مرد. آن آخرها کتکش میزد و با این که او هم کم نمی آورد، در این مورد مطمئنم چون مدرک دارم. هنوز هم حرف او که می شود اشک تو چشمهاش جمع می شود و سر کوفت او را به من می زند و من خوشحالم چون دست کم در خیالاتش خودش را آدمی می داند که روزگاری خوشبخت بوده و بعد از مردن شوهر با 3 بچه کوچک در ناحیه پرت و دور از تمدن مانده بود. من هم آن موقع ها همان جا زندگی می کردم. به قدری تنگ دست و درمانده بود که من با آن ماجراهای فراوان و گوناگون که از سر گذرانده‌ام سخت می توانم توصیفش کنم و همه بستگانش هم طردش کرده بودند. از این گذشته مغرور بود، بی اندازه مغرور. و همان موقع بود آقای عزیز، همان موقع بود که من که خودم هم بیوه بودم و دختر 14 ساله از زن اولم داشتم، با او پیشنهاد ازدواج دادم، چون نمی توانستم شاهد چنان رنجی باشم. بنابراین شاید بتوانید حدس بزنید که او با تحصیلات و تربیت خوب و از خانواده سرشناس
به چه درجه ای از فلاکت می بایست رسیده باشد که به ازدواج با من رضایت دهد. اما رضایت داد در حالی که زار زار گریه می کرد و دستهایش را به هم می مالید. راست می گویم، چون هیچ جایی نداشت برود. می فهمید آقای عزیز چه معنایی دارد وقتی دیگر جایی برای رفتن ندارید؟ نه، هنوز این را نمی فهمید و من 1 سال تمام همه وظایف مقدسم را با خلوص نیت انجام دادم و به این دست نزدم. با انگشتش تلنگری به بطری زد. چون من هم احساس دارم، اما با این کار هم نتوانستم راضیش کنم و بعد کارم را از دست دادم. گرچه تقصیر من نبود، بلکه علتش تعدیل کارکنان بود. بعد به این پناه آوردم. حالا 1.5 سال می شود که بعد از کلی آوارگی و بدبختی سرانجام از اینجا سر در آوردیم. این پایتخت با شکوه آراسته به بناهای یادبود فراوان و اینجا کاری پیدا کردم و دوباره از دست دادمش. میفهمید آقا، این بار تقصیر خودم بود که از دست دادمش، چون دوباره سر و کله این عادت پیدا شد. حالا در گوشه اتاقی در خانه آمالیا فیدیوروونا لیپوکسل زندگی می کنیم و این که چطور زندگی می کنیم و پول کرایه را از کجا می آوریم این را من نمی دانم. غیر از ما خیلی های دیگر هم توی آن خانه زندگی می کنند. قوم لوط، آقا، بسیار نفرت انگیز. بله، و در این فاصله دختری که از زن اولم داشتم هم بزرگ می شد و در این مدت چه ها که از دست نامادریش نکشید. چون کاترینا ایوانوونا با این که دلش پر از احساسات بزرگمنشانه است، زنی تندخو و زودرنج و بددهن است. بله آقا، خب تکرار این حرفها فایده ای ندارد. همانطور که خودتان لابد حد زده اید، سونیا تحصیل نکرد. 4 سال پیش سعی کردم به او جغرافیا و تاریخ جهان را درس بدهم، اما چون خودم هم در این علوم لنگ می زدم و تازه هیچ کتاب درسی مناسبی هم نبود، آخر کتابی برای ما نمانده بود. خب دیگر کتابی نمانده بود. به این ترتیب این پایان تعلیمات بود. سری کوروش پادشاه ایران توقف کردیم. بعدها که به سن بلوغ رسید چند کتاب رمانگونه خواند و اخیراً هم به لطف آقای لبزیاتنیکوف 1 کتاب دیگر خواند، فیزیولوژی لوئیس. شاید با این کتاب آشنا باشید آقا. با علاقه فراوان خواندش و بخش‌هایی از آن را به صدای بلند برایمان خواند. کل تعلیماتش همین بود. و حالا آقای عزیز، سوالی از شما میپرسم که به زندگی خصوصی خودم مربوط می شود. به نظر شما 1 دختر فقیر اما نجیب با کار شرافتمندانه چقدر می تواند پول درآورد؟ اگر نجیب باشد و هیچ استعداد خاصی نداشته باشد، حتی روزی 15 کپک هم در نمی آورد و تازه اگر شب روز وقت سرخوراندن نداشته باشد. و آن وقت هم کلوپشتوک ایوان ایوانویچ، مشاور دولت، شاید اسمش را شنیده باشید. نه تنها هنوز پول 6 پیراهن نخی نرمی را که او برایش دختر نداده بود، بلکه به او اهانت کرده و بیرونش انداخته بود. پایش را به زمین میکوبید و فحش میداد که یقه ها اندازه نیست و نوکشان زیادی تیز است. بچه ها
اینجا گرسنه بودند و کاترینا ایوانوونا هم در اتاق بالا و پایین می رفت. دستهایش را به هم می مالید و روی گونه هایش لکه های قرمز پیدا شده بود که در این بیماری همیشه این طور می شود. می گفت تو پیش ما زندگی می کنی. تو حیف نان می خوری و می نوشی و جایت گرم است. هرچند چه چیزی برای خوردن و نوشیدن هست وقتی بچه ها حتی 3 روز پشت هم یک تکه نان هم نمی بینند. من آنجا افتاده بودم. خب چرا پنهان کنم؟ مست آنجا افتاده بودم آقا و صدای سونیا را شنیدم. اصلاً شکایت نمی کند و صدای نرم و قشنگی دارد. موطلایی است. صورتش همیشه خیلی رنگ پریده و تکیده است. اینطور می گفت. چی؟ کاترینا ایوانوونا، واقعا باید بروم و چنین کاری کنم؟ و داریا فرانتیسونا، زن بدجنسی که همیشه سر و کارش با پلیس است، قبلا 3 بار از زن صاحب خانه درباره او پرسجو کرده بود. کاترینا ایوانوونا با تمسخر جوابش را داد. آخر چی؟ چی را می‌خواهی حفظ کنی؟ یک گنج؟ اما او را ملامت نکنید. ملامتش نکنید آقای عزیز. او را ملامت نکنید. این حرف را نه در حال عادی بلکه در حالت هیجان عاطفی موقع بیماری زد و بچه ها هم از زور گرسنگی گریه می کردن. و تازه قصدش بیشتر کنایه زدن بود، نه این که واقعا منظورش این کار باشد. چون اخلاق کاترینا ایوانوونا اینطوری است و وقتی بچه ها گریه می کنند حتی اگر از گرسنگی باشد بی معطلی آنها را می گیرد زیر کتک. اینطوری بود که کمی بعد از ساعت 5 دیدم که سونچکا بلند شد. روسریش را سر کرد. پیچه‌اش را دورش پیچید و بیرون رفت.